صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید. خداوندا، شکر و سپاست می کنیم که الطاف خود را از ما دریغ نداشته ای و با اینکه بر ذات گناه‌آلود و ناپاکی که داریم بر آن واقفی و میدانی که تمایل به شرارت داریم، باز ما را محبت نموده و به ما سلامتی و امید عطا کرده ای و ما را از فیوزات خود بهره‌مند ساخته و نیازهای ما را برآورده ساخته ای. تو را شکر می کنیم ای قدوس یکتا، تو را شکر می کنیم ای پدر آسمانی. بارالله، از تو تمنا می کنیم که ما را در راه توبه و بازگشت از اراده و خواسته های نفسانی یاری بده و به ما قوت عنایت فرما تا روح غرور و جاه طلبی و خودخواهی و مقام پرستی را از خود دور ساخته و در عوض از صفات و سیرت شایسته و مقدست الهام گرفته و پیروی کنیم. روح خدمت و فروتنی و گذشت را در ما تقویت فرما و ما را در طریق خود ساکن بگردان. خدایا، تمنا می کنیم که اکنون که توجه خود را معطوف به کلام مقدست می نماییم، استعداد داریم که توجه ما را به سوی خودت بگردان تا پیام آسمانیت را بشنویم و درک کنیم و مطیع شویم، زیرا در کلام تو حیات و ابدیت است، در کلام تو امید است، در کلام تو شادی است. این تمنا را به نام مقدس کلمه حق، یعنی عیسی مسیح زنده که یگان امید ما بشریت می باشد، می طلبیم. آمین. زندگی و تعلیمات عیسی مسیح، برنامه از صدای انجیل. عیسی مسیح می فرماید: من آمدم تا گمشدگان را بجویم و نجات بخشم. من آمدم تا گناهکاران را بجویم و نجات بخشم. هموطنان عزیز و حقجویان راه حق، درود بر شما. امیدوارم که آتش عشق به وصال خدا سراسر وجودتان را فرا گرفته و با تسلیم جان و جسم و روح به او نه فقط ندای او را شنوا باشید، بلکه برای مقاصد آسمانی و ملکوت الهی برگزیده شده و اراده حق را در این عالم خاکی به جا بیاورید. از اینکه خداوند یکتا این فرصت را به ما عنایت فرموده تا پیرامون کلام مقدسش به تفکر و تعمق بپردازیم و آن را بشنویم، نام قدوسش را ستایش کرده و می ستاییم.
من برادر شما و غلام نالایق عیسی مسیح کشیش سید رضا مسعودی این افتخار رو دارم که گوینده کلام باشم و باید اعتراف کنم که این را نه به خاطر اینکه شایسته آن هستم، بلکه به خاطر فیض عیسی مسیح که شامل حال من گردیده به من این افتخار عطا شده که کلام را بازگو کنم و دعا می کنم که خدا این بنده حقیر و ناچیز و نالایق را برای اوامر خیر به کار ببرد و باعث برکت همه شما نیز بشوم. در برنامه این ساعت توجه خود را معطوف به فصل 23 از انجیل مقدس به قلم متی حواری نموده و از آیه 25 گفتار حیات بخش عیسی مسیح را برایتان می‌خوانم. پس استدعا می‌کنم که اگر انجیل مقدس را در اختیار دارید آن را به صفحه 40 بگشایید. اگر از انجیل تفسیری استفاده می‌کنید صفحه 32. همچنین از فرصت استفاده می کنم و ضمن تشکر از عزیزانی که برای ما نامه نوشتند و به یارانی که تازه به جرگه ما پیوستند و اشتیاق داشتن انجیل مقدس را دارند اعلام می کنم که ما حتما براتون انجیل مقدس رو ارسال می داریم، البته اگر از ما تقاضایش رو کرده باشید. آدرس را برای عزیزانی که مایل هستند با ما تماس بگیرند در پایان وقت مجددا تکرار خواهیم کرد. این برنامه رو از صدای انجیل میشنوید. در فصل که در جلو ما هست عیسی مسیح رو به رؤسای دینی و مذهبی زمان خود نموده و آنان را شدیداً به خاطر تظاهر و ریا و غرور و خودپرستی محکوم می کند و آنانی را که به خاطر اینکه باعث لغزش و سقوط ساده دلان بندگان خدا شدند به شدت نکوهش می نماید و همچنین به ما اخطار می دهد که نباید چشم بسته از رؤسای دینی تقلید کنیم. چرا؟ زیرا آنان راهنمایان کور هستند که به مردم یک چیز تعلیم می دهند و بعد خودشون خلاف آن تعلیمات عمل می کنند و به قول آیه 24 آنان پشه را صافی می کنند، یعنی مو را از ماست می کشند اما شتر را می بلعند. و یا تعلیم میدن که دزدی نکنید و چه بسا افرادی را به خاطر دزدی حتی 10 تومن مجازات میکنن و به زندان میاندازن اما خودشون میلیون ها تومن رو به جیب میزنن. در این آیات بیش از 9 مرتبه عیسی مسیح اصطلاح وای بر شما ای رؤسای دینی و مذهبی به کار میبرد که به 5 تای آن در برنامه گذشته اشاره کردیم و حالا تا فرصت اجازه دهد دنباله این بلایا یا واهایی که عیسی مسیح به رؤسای دینی خطاب میکند براتون بیان میکنیم و اون رو از نظر شما میگذرانیم. فراموش نکنید هر بار که مسیح آنان را نکوهش می کند دلیل آن را نیز بازگو می نماید. به عبارت دیگر مسیح بی جهت کسی را مورد نکوهش و مؤاخذه قرار نمی دهد. گوش کنید به گفتار عیسی مسیح بر علیه رؤسای دینی و شگفتا که چقدر گفتار مسیح به زمان ما نیز می خورد و در واقع در زمان ما نیز صادق است. مسیح می گوید وای بر شما ای کاتبان و فریسیان ریاکار. مقصود از کاتبان و فریسیان همون رؤسای دینی هستند که امروزه همون میشه ملایان و حجت الله ها. میگوید وای به حال شما ای ریاکاران، از آن رو که بیرون پیاله را و بیرون بشقاب را پاک می نمایید و درون آن مملو از جبر و ظلم است. وای بر شما ای کاتبان و فریسیان ریاکار، از آن رو که بیرون پیاله و بشقاب را پاک می نمایید ولی درون آن مملو از جبر و ظلم است. ای فریسی کور، اول درون پیاله و بشقاب را طاهر ساز تا بیرونش نیز طاهر شود. وای بر شما ای کاتبان و فریسیان ریاکار که چون قبور سفید شده‌ای می باشید که از بیرون نیکو و زیبا می نمایید لیکن درون آنها از استخوان‌های مردگان و سایر نجاسات پر است. وای بر شما. همچنین شما نیز ظاهراً به مردم عادل می نمایید لیکن باطناً از ریاکاری و شرارت مملو هستید. دوستان، به زبان ساده تر مسیح می گوید
وای به حال شما ای علمای دینی و فریسی های ریاکار. حالا چرا وای به حال آنها؟ جواب در دنباله آیه است که میگوید چون شما بیرون ظرف را آنقدر تمیز میکنید تا برق بزند، ولی داخل ظرف از کثافت و ظلم و طمع پر است. و سپس میگوید ای فریسی کور، اول داخل ظرف را تمیز کن تا بیرون ظرف هم پاک شود. حالا مقصود مسیح از ظرف کنایه است از وجود انسان، دل آدمی، قلب و فکر و ذات انسان، نه اینکه یک ظرف معمولی. فریسیان و کاتبان رؤسای اصلی مذهبی یهود بودند، درست مثل کشیشان و اسقفان امروزی که سمت رهبری مردم را داشتند و یا همونطور که گفتم مانند حجت الاسلام ها و آیت الله های امروزی. مقام آنان در واقع یکی بود، یعنی هدایت مردم به سوی خدا. عیسی مسیح آنان را ریاکاران میخوانه. میگوید شما ریاکاری را به حد اعلا رسانیده اید. چرا؟ چون ظاهرتون را تمیز میکنید ولی درونتون، قلبتون، نیتتون، فکرتون، چشمانتون از شرارت پر است. مقصود اینه که در مورد نظافت جسم بسیار حساس هستید و دقت میکنید که در حین نظافت همه رسومات را مو به مو اجرا کنید. حتی مواظب هستید که لباستان کوچکترین لکه‌ای نداشته باشه. اگر ذره خاک مثلا زیر ناخن شخص باشه و دعا میکنه، میگوید اون دعاش قبول نیست، باید بره اول اون چرک و یا اون خاک را از زیر ناخونش در بیاد و بعد دعا بکنه. و یا اگر دستش را تا آرنج نشست نمازش باطله، و یا اون که آب بیش از حد به بالای آستینش خورد نمازش باطله. مسیح میگوید شما هیچ وقت به اصل توجه نمی کنید، به افکار پلید، به شرارت ها، به اعمال ناپاک، به دزدی و تقلب و به قلب پاک توجه نمی کنید. در عوض فکرتون به چیزهای ظاهریه. در فکرتون صدها خیالات ناپاک و زشت وجود داره که از نظر خدا بسیار نجس و ناپاکه، اما ظاهر را تمیز و پاک میکنید. میگوید شما آنقدر به ظاهر توجه میکنید که حد نداره، ولی به باطن اصلا اهمیتی نمیدهید. عیسی مسیح میگوید خدا به درون شخص مینگرد و نه به ظاهر. خدا به درون قلب انسان، به فکر انسان، به خیالات انسان می نگرد، نه اینکه ظاهرش پاک باشه و یا خاکی. در مدارس رسم بود که آقا معلم و یا خانم معلم هر روز دستها و ناخنهای محصلان را نگاه کنند. اگر ناخن یکی بلند بود و یا کثیف بود، وای به حالش. چوب تر، ترکه تر آماده بود که شخص را تنبیه کند. ولی هیچ وقت آن معلمان تعلیم نمیدادند که ای عزیزان خیالات ناپاک را از خودتون دور کنید. چرا؟ چون انسان را بدبختانه از روی ظاهر میشناسند. ولی دوستان عزیز، کلام خداوند به ما تعلیم میده که خدا انسان را نه به ظاهر بلکه به باطن مینگرد. حالا عیسی مسیح در اینجا به ما تعلیم میداد که ای عزیزان من، آنچه که در نظر خدا مهم است پاکی قلب و فکر و جان است و نه الزاماً ظاهر. نجسی از نظر خدا این نیست که مثلا جسم شما خاکی شده باشه و یا گل روی لباستون باشه و یا اینکه چیزی مکروهی رو دست زده باشید. خیر، بلکه آنچه که در نظر خدا انسان را نجس می کند خیالات بد، زنا، فسق، حسد، خودخواهی، غرور، شهوترانی، دروغ، کبر و ریا و فکرهای ناپاک است و تمام اینها از دل، از درون انسان سرچشمه میگیرند و مسلماً عواقب آن هم داوری خدا می باشد. آیه 27 مسیح میگوید ای ریاکاران، شما مثل قبرهای سفید شده هستید که ظاهر زیبا دارند اما داخل آنها پر است از استخوان‌های مردگان و کثافت.
به عبارت دیگر شما کوشش میکنید که خود را دیندار جلوه بدهید، ولی در زیر آن عباها و امامها و قباهای مقدستون دلهایی دارید که از ریاکاری و ظلم و فساد پر است. یعنی در نظر مردم شاید مقدس هستید، ولی در نظر خدا بوی گند و تعفن شما آنچنان است که نهایت ندارد. دوستان عزیز، وقتی که شما به زیارتگاه ها میرید و یا عبادتگاه هایی میرید که بسیار زیبا هستند و بسیار پاک هستند و ظاهرشون با طلا پوشیده شده است، اون رو میگیرید، میبوسید، دعا میکنید، هیچ میدانید زیر آن طلاها استخوان‌های های مرده هستند که بوی تعفن داره. حالا مسیح رؤسای دینی را به این قبرها تشبیه میکند که ظاهرشون بسیار پاک، عالی، زیبا هستند، ولی درونشون بوی تعفن میده. میگه شما ای رؤسای دینی، درون دلتون از ریاکاری و ظلم و فساد پر است. سپس در آیه 29 عیسی مسیح دوباره شخصیت رؤسای مذهبی رو آشکار میکنه و پته آنها را روی آب میاندازه و میگوید وای به حال شما کاتبان و فریسیان ریاکار که قبرهای انبیا را بنا میکنید و مدفنهای صادقان را زینت میدهید و میگویید اگر در ایام پدران خود بودیم در ریختن خون انبیا با ایشان شریک نمیشدیم. پس بر خود شهادت میدهید که فرزندان قاتلان انبیا هستید. پس شما پیمانه پدران خود را لبریز میکنید. ای ماران و ای افعی زادگان، چگونه از عذاب جهنم فرار میکنید؟ چگونه از عذاب جهنم فرار میکنید؟ شاید این آیات نیازی به توضیح نداشته باشد، چون مطالبش بسیار روشن و آشکار است و انگار که عیسی مسیح دارد درباره زمان ما صحبت می کند. می گوید وای به حالتان ای علمای دینی و فریسی های ریاکار، شما برای پیغمبرانی که اجدادتون آنها را کشتند با دست خودتون بنای یادبود درست می کنید و روی قبرهای مقدسینی که به دست آنها کشته شدن گل میگذارید و میگویید اگر ما به جای اجدادمان بودیم پیغمبران را نمی کشتیم، ولی با این گفته خودتون رو لو میدهید که فرزندان قاتلان پیغمبران هستید. شما قدم به قدم از آنها پیروی میکنید و در بدی کردن دست آنها را حتی از پشت بسته اید. شما مارهای خوشخط و خال هستید. حالا چگونه خیال میکنید که از مجازات جهنم جان سالم به در میبرید؟ به زبان دیگر شما میتوانید آدمها را گول بزنید همانطوری که همه را گول زده اید، ولی خدا را نمیتوانید گول بزنید و بدانید که جهنم جای شماست اگر توبه نکنید. راستی چقدر گفتار عیسی مسیح امروز صدق میکند. پیامش بسیار روشن است. پیامش برای من و برای شما می باشد. در آیه 34 الی 36 عیسی مسیح انتقاد از رؤسای مذهبی را به پایان می رساند. می گوید لحاظا الحال انبیا و حکما و کاتبان نزد شما می فرستم و بعضی را خواهید کشت و به دار خواهید کشید و بعضی را در کنایس خود تازیانه زده شهر به شهر خواهید راند تا همه خونهای صادقان که بر زمین ریخته شده بر شما وارد آید، از خون حابیل صدیق تا خون زکریا ابن بریا که او را در میان هیکل و مذبح کشتید. هر آینه به شما میگویم که این همه بر این طایفه خواهد آمد. به زبان ساده تر عیسی میگوید من انبیا و مردان حکیم و دانشمند برای شما میفرستم و شما بعضی را دار میزنید، بعضی را در عبادتگاه های خودتون زیر ضربه های شلاق میگیرید و شهر به شهر آواره میکنید و بدین ترتیب خون مردم بیگناهی که شهید شدن به گردن شما خواهد بود. یعنی از حابیل معصوم گرفته تا زکریا پسر برخیا که او را در داخل خانه خدا بین حرم و قربانگاه کشتید. سپس مسیح میگوید باور کنید، بدانید، مطمئن باشید تمام این کارها به گردن این نسل خواهد بود.
آیات عیسی مسیح اشاره به اعمال غلط و رفتار وحشیانه مذهبیون با افراد صادق و عادلان و انبیا و مردان خدا بوده و یادآور می شود که انتقام خون شهیدان راه خدا از این افراد گرفته خواهد شد. مقصود از هابیل صادق همان هابیل پسر حضرت آدم و حواست و زکریا پدر حضرت یحیی نبی می باشد که در سالهای اول میلادی به طرز فجیانه‌ای در خانه خدا به قتل رسید. عیسی مسیح اشاره به این مطلب می کند که خدا آنان را به خاطر ظلم و ستمهایشون و عدم رعایت عدالت و انصاف داوری شدیدتری خواهد کرد. و این دوستان عزیز اخطاری است که همه انسانها نجات پیدا نمی کنند. به عبارت دیگر افراد بسیاری خواهند بود که ما خیال میکنیم اونا پاک و مقدس هستند و در حضور خدا خواهند بود، اما راهی به ملکوت الهی نخواهند داشت. بل در عوض متوجه میشویم آنانی که تسلیم او شدند و طریق او را عملاً طی میکنند آنان هستند که وارد ملکوت خدا میشوند. سپس در آیات آخر این فصل یعنی آیات 37 الی 35 ما عشق و محبت مسیح را نسبت به مردم اورشلیم و حتی رؤسای که مسیح آنها را شدیداً مورد انتقاد قرار داده بود میبینیم. بله، مسیح از اعمال آنها شدیداً متنفر بود ولی خودشون را دوست داشت و امیدوار بود که آنها توبه کنند و به راه حق بیایند. اگرچه عیسی از گناهان آنان شدیداً متنفر بود همونطور که میبینیم، ولی آنها را دوست داشت. اورشلیم مسیح را به عنوان پادشاه دنیوی حاضر شد بپذیرد ولی مسیح آن را رد کرد. حالا مسیح را میبینیم که میخواهد اورشلیم را نجات بدهد و در قلبهای مردم سلطنت کند و پادشاهی نماید، اما مردم اورشلیم او را پادشاه قلبهای خود نمی کنند. و برای همین بود که عیسی مسیح خرابی شهر اورشلیم را که داوری خدا محسوب می شود پیشگویی می کند. پیشگویی که کمتر از 40 سال پس از اعلامش عملی میشه و به انجام میرسد. گوش کنید به دعای آخر فصل 23. میفرماید: ای اورشلیم، ای اورشلیم، ای اورشلیم قاتل انبیا و سنگسار کننده مرسلان خود را، چند مرتبه خواستم فرزندان تو را جمع کنم، مثل مرغی که جوجه های خود را زیر بال خود جمع می کند و نخواستید. اینک خانه شما برای شما ویران گذارده می شود. اینک خانه شما برای شما ویران گذارده می شود. زیرا به شما می گویم از این پس مرا نخواهید دید تا بگویید مبارک است او که به نام خداوند می آید، مبارک است او که به نام خداوند می آید. و یا به زبان ساده تر: ای اورشلیم، ای اورشلیم، ای شهری که پیغمبران را کشتی و رسولان خدا را سنگسار کردی، چند بار خواستم فرزندان تو را جمع کنم. همونطوری که مرغ جوجه های خود را زیر بال خود میگیرد، من هم خواستم شما را آنگونه از حمایت کنم و در آغوش خود بپذیرم، اما شما نخواستید. و حالا بدانید که خانه شما برای شما خراب میماند. و این را به شما بگویم که دیگر مرا نمی بینید تا وقتی که آماده باشید کسی را که خدا برای شما میفرستد بپذیرید. وقتی عیسی مسیح این جملات را به پایان رسانید، نه فقط رؤسای مذهبی شوکه بودند، بلکه شاگردانش نیز شوکه شده بودند. زیرا آنان انتظار داشتند حالا که زمان و یا ساعت معینی که عیسی مسیح بارها بدان اشاره کرده بود رسیده است، مسیح پادشاهی خود را اعلام کند و به شهر اورشلیم بره و آن را به عنوان پایتخت خود بپذیره. ولی در عوض آنها متوجه می شوند که عیسی مسیح برای شهر اورشلیم می گرید. و نه فقط آن، بلکه اعلام می کند که این شهر نابود می شود. می گوید که همه خانه های اورشلیم خراب خواهد شد. و جالب اینجاست دوستان که اگرچه مسیح داشت به سوی صلیب میرفت تا جان خود را در راه گناهان بشر بده و داوطلبانه جانش را فدا کند و کفاره گناهان انسانها را بپردازد،
به شاگردان خود اطمینان می‌بخشد که او دوباره خواهد آمد. به طوری که میگوید این بار ورود من به اورشلیم با شکوه و جلال فراوان خواهد بود و جلال و کبریایی ملکوت آسمانی آشکار خواهد شد. او دوباره برمیگردد، زیرا در این آیه میگوید که مرا الحال دیگر نخواهید دید تا وقتی که آماده باشید کسی را که خدا برای شما فرستاده است بفرستد، یعنی خود مسیح. و خوشا به سعادت کسانی که امروز نیز منتظر این نجات دهنده باشند و آماده باشند که به استقبال شاه شاهان و داور عادل بروند. بدون شک آنانی که با ایمان به او زندگی کرده و می کنند در آن روز قیامت در حضور عیسی مسیح خواهند بود و در برکت ملکوت الهی شریک و سهیم خواهند شد و تا ابد در ملکوت سماوی سکونت خواهند داشت. این وعده خداست، وعده‌ای که حقیقت و راستی است. دوستان عزیز، در این فصل می‌بینیم که عیسی مسیح حقایق‌های زیادی را در زندگی اجتماعیمون برامون آشکار میکنه. نشون میده که غالب مردم دنیا طالب این هستن که ظاهرشون زیبا باشه و ظاهراً صاحب مقام شوند تا مردم آنان را عزیز و مهم بدانند. ولی عیسی مسیح میگوید که شما اینطور نباشید. آن کسی که میخواهد بزرگ باشه باید در میان شما کوچک همه باشه. آن کسی که صاحب مقامی میخواد بشه بایستی بیش از هر کس دیگران را خدمت کند. روح فروتنی باعث سرافرازی خواهد بود. روح فروتنی باعث سرافرازی خواهد بود. هر قدر خود را کوچک و خوار و پست بشماریم در نظر خدا عزیزتر خواهیم شد. خوشا به حال کسانی که راه و روش عیسی مسیح را در پیش میگیرند، زیرا در او حیات است، در او پیروزی است، در او اطمینان است و در او ابدیت است. راستی دوستان عزیز، امروز اگر کلام خدا را میشنوید دل خود را سخت مسازید. آیا شما مانند شهر اورشلیم هستید که دعوت عیسی مسیح را رد میکنید؟ مسیح بارها سعی کرد مردم اورشلیم را از محبت خدا بهره مند سازد، اما حاضر نشدند که دعوت مسیح را بپذیرند. محبت مسیح را رد کردند. در نتیجه مسیح اعلام کرد که این شهر نابود میشه و در سال 70 میلادی همانطور که مسیح پیشگویی فرموده بود اورشلیم با خاک یکسان میشه. اورشلیم داوری خدا را میبیند. دوستان عزیز، امروز نیز اگر شما عیسی مسیح را رد کنید مطمئن باشید که روزی خداوند برگزیده که باید در پیشگاه مقدس او بیستی و پاسخ به دعوت او بدهی که چرا دعوت مسیح را رد کرده ای. و فراموش نکنید که کلام خداوند نشان می‌دهد که عیسی مسیح یگانه داور عادلی است که میآید به این جهان و من و شما را داوری خواهد کرد. سوال مهم این است که آیا خود را برای این داوری الهی آماده کرده اید؟ افتادن به دستهای خدای زنده بسیار مخوف است، اما خوشا به حال کسانی که او را پذیرفته باشند، زیرا از داوری به حیات منتقل خواهند شد. حق نگهدارتان باد. آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.